سلام بینندگان گرامی، این لحظه شما را با وضع آب و هوای کشور برای 11 ینوری سال 2026 آشنا می‌سازیم. طبق اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 9 تا 13 درجه گرم و شبانه از 1 تا 3 درجه سرد می شود. در ناحیه رشت هوای ابرناک و آفتابی در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 10 تا 12 درجه و شبانه از 12 تا 13 درجه سرد می شود. در شهر خاروغ نیز هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 1 تا 4 درجه گرم و شبانه از 7 تا 9 درجه سرد می شود. در شهر باختر هوای کم‌ابری به بارش در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 9 تا 10 درجه و شبانه از 1 تا 2 درجه گرم می شود. در شهر خوجند نیز هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 7 تا 9 درجه گرم و شبانه از 2 تا 3 درجه سرد می شود. در شهر کولاب هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 9 تا 11 درجه و شبانه از 3 تا 5 درجه گرم می شود. در ناحیه واسه هوای ابرناک و آفتابی در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 6 تا 8 درجه و شبانه از 2 تا 7 درجه گرم می شود. در ناحیه دنقره نیز هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 5 تا 8 درجه گرم و شبانه از 1 تا 3 درجه سرد می شود. در ناحیه تیمورملک هوای کم‌ابری به بارش در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 3 تا 7 درجه و شبانه از 1 تا 2 درجه گرم می شود. در ناحیه همدانی هوای ابرناک و آفتابی در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 6 تا 9 درجه و شبانه از 2 تا 3 درجه گرم می شود. در ناحیه فرخار نیز هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 4 تا 6 درجه و شبانه از 3 تا 4 درجه گرم می شود. در ناحیه مومن آباد هوای تغییر یابنده به بارش در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 6 تا 7 درجه گرم و شبانه از 1 تا 3 درجه سرد می شود. در ناحیه بلجوان هوای ابرناک و آفتابی در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 4 تا 8 درجه و شبانه از 2 تا 3 درجه گرم می شود. در ناحیه خاولین هوای ابرناک و آفتابی در نظر است. حرارت هوا روزانه از 2 تا 5 درجه گرم و شبانه از 2 تا 3 درجه سرد می شود. در ناحیه شمس‌الدین شاهین هوای کم‌ابری به بارش در نظر بوده، حرارت هوا روزانه از 3 تا 5 درجه گرم و شبانه از 2 تا 3 درجه سرد می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع آب و هوا و شما طبع خوش و بالیده را تمنا داریم.